سلام و عرض ادب دارم خدمت دوستان عزیز و صائمین ماه مبارک رمضان. امید که جور صحتمند و سرحال باشه. الله سبحانه و تعالی را شکر و سپاس می‌گوییم که ما را تا این دم حیات بخشید. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در سوره شعراء آیه 89 می فرماید: ثم لا ينفع ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یعنی روز قیامت روزی است که فایده نمی دهد انسان را نه مال و نه اولادش، مگر کسی که به ند الله سبحانه و تعالی به قلب سلیم، همانا به قلب پاک و قلب خوب خالی از شرک به نزد الله تعالی بیاید. از این رو به همه ما لازم است که باید قلب خود را پاک نماییم. ولا تکن فی قلبک غش لاحد. برای هیچ کس در قلبت غش، همانا کینه، حسد، کدورت، هر آن شیئی که سبب می شود که ما ناآرام شویم در قلب خود باید جا ندهیم. چون زیبایی قلب همانا زیبایی در زندگی می آورد. اگر قلب ما پاک باشد اعمال ما نیز در نزد الله تعالی قابل قبول است. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم نیز می فرماید که ان الله لا ينظر الى صوركم و اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم. الله تعالی به صورتهای شما و به مالهای شما نظر نمی کند، بلکه نظر می کند به قلبهای شما. از این رو لازم است که همه ما باید قلب خود را از کینه، کدورت، از بدیها، از انتقامها باید قلب خود را پاک نگه داریم. خصوصا در ماه مبارک رمضان همیشه دعا کنیم، از الله تعالی بخواهیم که قلب پاک از کینه، از هر آن شیئی که سبب نارضایتی الله تعالی و سبب قبول نشدن اعمال ما می‌گردد از الله تعالی بخواهیم. که کسایی که در ماهای قبل در مسجد نمی آمدن، نماز نمی خواندن، اونها وقتی که در مسجد بیایم ما به سوی از اونها به طرف بسیار نامناسب به او نظر کنیم و بگوییم که شما در ماهای دیگر کجا بدید، یا گمان کنیم یا در قلب خود حتی این فکرها را کنیم، این فکرهای درست نیست. چرا؟ به خاطر که دوست دارد الله تعالی و بنده ایش اگرچه در ماهای دیگر نبیاید، ماه مبارک رمضان میشه که سبب میشه، ماه مبارک رمضان سبب میشه که در دیگر ماها نیز به نماز و جماعت و به کارهای نیک انسان مشغول شود و همیشه زندگی خود را مطابق شریعت، مطابق حکم الله تعالی بگذراند. قلب ها در نزد الله تعالی مهم است. اعمال اینقدر اهمیت ندارد. بسا انسان هایی است که ظاهرشان چندان خوب نیست اما باطنشان زیباست، و بعض انسان ها هست که ظاهرشان خوب است اما باطنشان سیاه است. از این رو لازم است که ما قلب خود را از کینه ها، از حسد ها، از بغض و بدی ها، از همه قلب پاک کنیم تا باشد که الله تعالی بر ما رحم کند. قلب در نزد الله تعالی، قلب پاک در نزد الله تعالی زیاد ارزش دارد و میپسندد و اعمال را نیز میپسندد. در اسلام هر دو مطلوبند، ظاهر و باطن. الله سبحانه و تعالی به همه ما توفیق پاک نگه داشتن قلب را نصیب نماید. السلام علیکم و رحمت الله.